با سلام به بینندگان عزیز، بنده انریکو قاسمزاده هستم و همکنون از محل برگزاری نمایش پرهمایش جمعه برای شما گزارش میکنم. همونطور که ملاحظه میکنید امت همیشه در صحنه با چشمای باباغوری در انتظار ورود نایب برحق ولایت، یکی از استوانه های نظام جمهوری اسلامی، خطیب موقت جمعه این هفته هستند. و اینک این سفینه قدسی است که فضای ملکوتی صحن مصلی تهران را انباشته کرده. در این لحظه با شکوه انتظارها به پایان میرسه و حضرت آیت الله العظما بنیت موسولینی روم‌آبادی مدظل العالی وارد میشن و پشت تریبون قرار میگیرن. بله، تنین شعار دشمن شکن سلام به روح امت، بوی رجایی آمد از هر گوشه این مصیبت کده به گوش میرسه. این قنده بده، من یه چای رو بخورم. یار دل سوخته امام سخنان خودشون رو با یاد و نام امام راحل شروع کردن. این قنده به من بعد آیت الله موسولینی در خطبه اول فرمایشاتی در رابطه با شرایط جوی جهنم ایراد میکنن و اینکه اخیراً به همراه امام و حاج آقا هیتلر شراکتی یک بیمارستان سوانح سوختگی در جهنم دایر کردن. تکبیر جماعت رو داریم در این قنده بده، من این چای رو بخورم. بله، در اینجا نماینده ولی فقیه در جهنم در خطبه دوم فرمودند در وضعیت کنونی که جناح‌های مختلف نظام در حال تقسیم اعضا و جوارح و امها و اعشاء امام بین خودشون هستند و هر کس یه جای امام رو گرفته به خودش داره میچسبانه، بنده هم با ذکر یک خاطره این خطبه رو به پایان میرسانم. میفرمایند که بله میفرمایند این قنده بده من. اولین بار که من وارد جهنم شدم طلبه‌ای رو دیدم که 7-8 سوزن در اقصانقات بدنش همچی به حالت فرو کرده بودن. وقتی که بنده علتش رو پرسیدم گفتن که در اینجا هر گناهی که کرده باشی یک سوزن بهشت به حالت فرو میکنن. وقتی که بنده سراغ امام راحل رو گرفتم این طلبه فرمودن که امام زیر چرخیاتیه، امام ما را از جهنم خود برهان یا یک لیوان یخ در بهش وسط این هرم گرما به ما برسان یا یک قندون چای رو بده و سلام علی کل فاشیستا و بسیجیا و اجمعین.